قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов توجیکان، تاریخ قدیمترین قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتار 113. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. احوال خلق تاجیک و مبارزه آن بر ضد امارت بخارا و حکومت پادشاهی، نیمه دوم عصر 19. این دهقانان کاملا در اختیاری تنخواه خور بودند. صاحب تنخواه با میل خود دخترها را می برد، حولی های دهقانان را کشیده می گرفت و باز هر چی که خواهد می کرد. در امارت منصب و وظیفه های بلند روی راست خرید و فروش می شد که این هم احوال مردم را بیش از پیش تباهتر می نمود. سالهایی که در قراتیگین حاکمان امیر الماسبیک 1886 1892 و محمد مرادبی پروانچی 1842 1904 حکمرانی می کردند، خرید و فروش منصب و وظیفه و عنوان و رتبه خرید که به رسمیت در آمده بود. سابق املاکداری هایت میرزا نورالله بیگ خبر داده است که برای نوکری عادی شدن 1200-2000 تنگه رشوه دادن لازم بود. اگر این گونه نوکر در شهر و یا قلعه به خدمت حربی تعیین شود، از همه گونه انداز آزاد کرده شده، غیر از این برای تأمین معاش به اختیارش 2 بونه خواجگی دهقانی داده می شد. اگر نوکر خودش حولی و باغ و زمین داشته باشد، در این صورت به وی بونه داده نمی شد، ولی به هر حال یگان اندازه هم نمی داد. منصب قراولبیگی خیلی قیمتتر 2-4 هزار تنگه می ایستاد. به اختیار قراولبیگی 4 بونه داده می شد. قراولبیگی که در خدمت امیر باشد و در عین حال مال و ملک و زمین هم داشته باشد، عهده‌دار بود که به فایده خزینه امیر اوشر 10 حاصل و عمل یعنی 21 تنگه خراج زمین را هم دهد. منصب میراخور 3-5 هزار تنگه می ایستاد. به اختیار میراخور 4-10 بونه داده شده، خودش غیر از اوشر از تمام خراج و اندازها آزاد کرده می شد. تقسبا برای صاحب شدن به منصب باید 5-10 هزار تنگه رشوه می داد. به اختیارش باشد تا 100 بونه داده می شد و خود از همه اندازها آزاد بود. منصب از این بالاتر ایشیک آقا باشی به صاحبش 6-15 هزار تنگه می افتید، ولی 150-200 بونه می گرفت و اندازی نمی داد. نهایت منصبی بی که آن را خودی امیر می داد. دیگر منصب‌های از این پایان را خودی بیگی قراتیگین می فروخت و از این خرید و فروش خوجه‌اینش یعنی امیر را حتی آگاه هم نمی کرد. به صاحبش به پولی کلان 10-20 هزار تنگه می افتید، ولی بر عوض این هر یک بی، آنها همگی در قراتیگین از 10 نفر بیش نبودند، تا 300 بونه می گرفت که با جبر و ظلم گوش ناشنید آنها را استثمار کرده قصور خراجاتش را می برآورد. منصب و رتبه های دینی هم بی ملال خرید و فروش می شد و در این بابت هم یک نوع تقسیمات مهنت وجود داشت، یعنی منصب های پایانی را بیک تقسیم می کرد و منصب های بالا را خودی امیر می فروخت. حقوق دادن منصب و عنوان قاضی کلان 2 نایب آن و رئیس فقط به امیر تعلق داشت
و در این بابت فقط خودی امیر یارلیق داده می توانست. این را هم حتما گفتن در کار که قابلیت دولتداری، استعدادی راهبری و تشکیلی بر این صفتهای شخص مطلقا به اعتبار گرفته نمی شد. هر کسی که بیشتر پاره دهد صاحب حقوق و امکانیت بیشتری می شد و تقدیری صدها هزاران هزار دهقان و کاسبان را که در محیط تیره امارت چون غلامان بی زبان عمر بسر می بردند حل می کرد. در تمام دیگر بیکی های امارت وضعیت عیناً چنین بود. البته این گونه ترتیبات به ماموران امیر معقول و موافق طبع بود. آنها حتی در خردترین منصب نشسته هم در ظرف 2-3 سال ثروت بسیار جمع می کردند. خاطر نشان باید کرد که وقتی که در سال 1917 امیر برای عملداران وابسته به وظیفه‌شان معاش معین مقرر کردنی و اندازهای خودسرانه را برهم دادنی شد، این چنان موج اعتراض و نارضایتی را به وجود آورد که امیر به دست کشیدن از چنین نیتی خود مجبور گردید. حاکمان ولایت ها علل خصوص در بخارای شرقی در غارت و تحقیر کردن اهالی یگان حد و حدود را نمی دانستند. یکی از سیاحان روس در خصوص دوره حکمرانی میر مراد نام حاکم قراتیگین چنین نوشته است: این یک سالنامه تمامی است از کرد و کاری بیرحمانه و خودسری بی نهایت. این حاکم صدها دهقانان را به ادای کارهای رایگان مجبور می کرد. او استاهای دریدگر را در گرم چند ماه در سرمای زمستان بیمزد کار فرموده بود. همه زمین های امارت بخارا به چنین کاتگوری های یوریدیکی، زمین های املاکی، امیری، وقف و ملک تقسیم شده بود. زمین های خصوصی نسبتاً کم بوده به بایها و عملداران کلان تعلق داشتند. دهقانانی که در قطعه های خردی زمین های املاکی و وقف ها کار می کردند عملاً در وضعیتی کریپاسنایی بودند. به عوض استفاده پارچه های ناچیزی زمین از آنها در شکل های گوناگون مالیات زیاد ستانده می شد. دهقانان اکثر وقت با نام حشر در زمین های املاکدار و دیگر عملداران کلان تماما بیمزد کار فرموده می شدند. آنها را با نام بیگاری نیز به کارهای ساختمان امارتهای امیر و منصبداران او، تعمیر و تازه کردن جویبارها و غیره جلب می نمودند. دهقانان عهده‌دار بودند که مجبوریت‌های گوناگون حمل و نقلی را هم به جا آورند. تمام این کارها اکثراً از 4-3 حصه وقتی دهقان را می گرفت. مثلا در بیکیگری سابق حصار چنین نوع‌های انداز وجود داشت. دهقانان برای استفاده از زمین‌های آبی خمس یعنی 5 حاصلات را و از زمین‌های للمی اوشر یعنی 10 حاصلات را می دادند. غیر از این املاکدار با عوض مهنت خود در کار اندازغنداری رسما از هر یک باتمن تقریباً 12 پود حاصل زمین آبی 1 نیم خورد 32 قداق و زمین للمی نیم چاریک 8 قداق حق می ستانید. داروغه عملداری خردی خراج که به خرمن نظارت می کرد به طریق کوسن مهرانه می گرفت. حصه میراب برابری حصه املاکدار بود. آقسقال از هر باتمن نیم چاریک یا خود 5 نیم خورد دریافت می کرد. نهایت دام الله امام همگی 2 قلبیری 64 قداقه حق الله و کوسن می گرفت. پس از همه اینها درویش و قلندرها آمده نظر طلب می کردند. علاوه بر خراج زمین های کیش دیگر خیل اندازها از قبیل زکات که از حیوانات، باغات و معاملات پوری رویانده می شد، زکات چگانه، اندازی کاه، دله، سبسار یعنی اندازی معینه‌ای که شکارچه ها پیدا می کردند،
4 مغز پولی و امثال اینها وجود داشتند. گایفسکی نام انجینیر که در آن سالها به بیکی قرغان تپه سفر کرده بود، منظره از طرف عملداران امیر تالان و تاراج شدن دهقانان را خیلی عجیب تصویر کرده است. عادتاً همین که دهقان حاصل را درویده در خیرمنجا کوفته زیر نظارت ناظر آن را توب می کند، عملدار دیگر یعنی داروغه آمده آن را مهر می کند. طرز مهرگذاری چنین است: داروغه در بالای پاره های کلوخ مهر مانده، آن کلوخ پاره ها را در بالای توب گندم به ترتیب معین می چیند. پس از این دیگر خیرمن را پاسبانی نمی کنند، زیرا اگر به توب گندم اندک دست رسد جای کلوخ پاره ها دیگر شده دزدی آشکار می شود. پس از مهر کردن حاصل آن را املاکدار آمده می بیند و تخمیناً با نظردید و یک گز چوب معین می کند که در خیرمن چند باتمن حاصل هست. در این خیل موردها عادتاً دهقان داد و وای می بردارد و اصلش را گیریم. در این صورت موافق قانون حاصل را برکشیده سنجیدن در کار، ولی این کار را در هیچ کجا نمی کنند. بعضاً چون شاهدان خالیس آقسقال یا امین ده را جیغ می زنند، ولی عادتاً خودی املاکدار دفترچه‌اش را می برارد و به داد و وای دهقان نگاه نکرده می نویسد و می ماند که فلانی فلان قدر حاصل گرفته است. مقدار عمومی حاصل انا همین خیل تقریباً معین می شود و ولی من بعد کار از این هم بدتر می گردد. نرخ بازار را می پرسند و ولی آن را 10-15% کم کرده به دهقان خبر می دهند. بعد موافق قاعده امیر 7-1 یا 5-1 حاصل گفته 3-1 و حتی نصف آن را کشیده می گیرند. بر ضمن این اگر انداز به شکل پول طلب کرده شود، همه گندم خود را به بازار می برارند که طلبات آن زیاد نیست و نرخ گندم یک بار پس شده می رود و برای دادن پولی 3-1 حاصل که به این هم مقدار عمومی حاصل را بر دروغ زیاد نوشته بودند، دهقان مجبور می شد که 2 مراتب بیشتر گندم فروشد. این تالان و تاراج روی راستی وحشیانه در تمام ناحیه های امارت دیده می شد. کپیتان شتاب گنرالی روسیه پاکاتیلا که سال 1886 از دهنو به قرطاق سفر کرده بود، نهایت در حیرت مانده است که چرا در زمین‌های دو طرفی راهی 50-60 چقریمه که نقص آبیاری هم می شدند هیچ چیز نکاشتند. معلوم شد که با کثافت خراج و اندازهای میان شکن مردم قشلاقهای خود را پرتافته به کوهها گریخته رفتند. در کوهساران آنها چاروا پروریده برای احتیاج خود در زمینهای للمی اندک کشت می کردند و بس. نه مال و ملک و خود حیات طبعی امیر بخارا یگان وسیله تأمین ندارند، می نویسد پاکاتیلا و علاوه می کند. نتیجه این اوضاع ناخوش مادی و معنوی خلق همین است که مردم به حکومت امیر و به نمایندگان این حکومت بیکها طبیعتاً نفرت دارند. در واقع وقتی تاجیکان این مردمی مهنت دوست که چندین عصرها پیش در این جایها مسکون شده اند و صاحب مهارت بلند و قدیمی زراعت پروری می باشند، مجبور شده اند که زمین و حولی و جایهای خود را پرتافته قریب حیاتی نیمکوچی به سر برند. پس از این نسبت به یک دسته فیعدلان غارتگر که سردارشان امیر بود نفرت نداشته، چی هم داشته می توانستند. حتی لیسر بر این مشاهد که از روی وظیفهش گماشته سیاسی امپراتوری روسیه در امارت بخارا بود و به تنقید سختی ترتیبات امیر هیچ هوس نداشت، در قیدها آید به اوضاع سیاسی و اقتصادی امارت 1891 نام اثرش می نویسد که در عین انداز جمع کنی بسیار سوی استعمال و خودسری ها می شود.
مقداری حاصل را تقریبی و بر دروغ معین می کنند و انداز را نه در شکل مال بلکه پولکی می ستانند و ضمناً پول انداز از بودش خیلی زیادتر رویانده می شود. لیسر مجبور شده است اقرار نماید که حتی در ناحیه‌های بایترین هم دهقانان زمین‌های خود را پرتافته به سمرقند گریخته ایستادند تا از پاداش بقیه‌های بی آخری انداز رها یابند. آنانی که علاج فرار نداشتند برای ادای قرض انداز بود و سود خود را، حتی دختران خود را به سمرقند برده فروختند و با همین آنها را به راه بد انداختند. لیسر گپش را دوام داده می نویسد: همه آنانی که به وادی زرفشان و ناحیه‌های همجوار آن رفتند خبر آوردند که حال مردم تباه است. حال مردمی بیکی‌های کوهستانی بخارای جنوبی و شرقی باشد از این هم بدتر است، زیرا در این جایها برای اندک بهشدن احوال مردم هیچ کار کردن نشده است. این کثافت را رفع کردن محال است. غمگینانه سخنش را به پایان می رساند لیسر. در واقع چند سال پیش از این قیدهای اقتباس آورده ما 16 نوامبر سال 1887 سردار اویزد سمرقند و گوبرناتور حربی ولوسی سمرقند نوشته بود که مردم کولاب و درواز و قراتیگین از معامله ناعادلانه و سخت و ظلم و اسارت دائمی حکومتداران بخارا به تنگ آمده شورش کردند و نوشته بود که مردم این جایها در مجلس عمومی خود قرار دادند که علاج یافته از بخارا جدا شدند در کار. وضعیت در دیگر جایها هم پرشدت بود. جنگ و جدال‌های داخلی فیادالی و به حکومت پادشاهی دادن تاوان جنگ و وضعیت خزینه امارت بخارا بی تأثیر نماند. امیر مظفر راه‌های پر کردن جای این خراجات را جستجو می‌نمود. قسمی زمین‌های وقف به فایده امارت مصادره کرده شد. علاوه بر این امیر به قاضی‌ها اجازت داد که با هر واسطه از اهالی پول جمع کنند. همچنین فرمایشاتی بود که یک حصه این پولها به طریق تحفه مال و ملک بی صاحب و بقیه ها به خود امیر داده شود. همین طریقه مهمترین وظیفه امارت بخارا از تاراج خلق مهنتکش و فرو نشاندن همه گونه مقابلت های ضد این غارتگری عبارت گردیده بود. هر آن کسی که اظهار ناراضگی می کرد یا لااقل اندکی به عملداران امیر اطاعت نکردنی می شد به جزاهای وحشیانه گرفتار می گردید. هر یک حاکم می توانست آدمان را بی هیچ یک اساس به زندان پرتاید و از خانه و عائله‌شان محروم سازد. محبوسانی بدبخت که با یگان بهانه به زندان افتاده بودند در شرایطی طاقت فرسای زندگی می کردند. آنها در زندانهای تیره و افلاس با پایهای کنده زده و دست و گردنی اشکیل بند در زمین مربوط و یا روی یک بوریای نشسته یا خفته از حساب بخشش‌های خویشاوندان خود و صدقه خیر کنندگان روز می گذراندند. کسانی که خویش و اقربا داشتند گاها به واسطه پول زیاد رشوه دادن به حاکم از زندان آزاد می شدند، ولی اکثرا آدمانی بی کس تمام عمر خود را در محبوسی به سر می بردند. در شهرهای امارت بخارا گناهکاران را عادتاً در روزهای بازار در پیش نظری مردم جزا می دادند. برای اندک گناهی شخصی گناهکار را 75 چوب می زدند. ضربه ها با دره های سخت با شدتی تمام به تخت پشتی برهنه رسانده می شد. در امارت بخارا طرزهای وحشیانه قتل و کشتار به مثل آویختن، بریدن گلوی محکوم
و به واسطه ریسمان و غرغره قین کرده کشتن خیلی بسیار به عمل می آمد. حکومت پادشاهی حاکمیت خود را در آسیای میانه برقرار کرده باشد هم برای تغییر دادن ساختی استبدادی بخارا هیچ گونه چاره‌ای ندید، بلکه زیاده از آن قصداً این ساخت را باز هم پایدارتر گرداند. اگرچه آدمان پیش قدمی رسیه آن وقته بارها به مقابل ترتیبات امارت بخارا اظهار اعتراض نمودند، اما با وجود همین هم حکومت پادشاهی به پشتیبانی امیر و اصول دولتداری او دوام کردن گرفت. چون این بود خصوصیت اساسی اوضاع سیاسی آسیای میانه. حکومت پادشاهی ترتیبات درون به درون گندیده و لغزیده فیادالی و عصری میانگی بخارا و خیبر را فعالانه دستگیری میکرد. این اتحادی بالانشینان حکمران و دارا بود که بر ضد آن تدریجاً اتحاد مهنتکشان و عامه های استثمار شونده همه ملت ها ارزی وجود می نمود. لیستر اقرار می کرد که کلانان بخارا و مردم شک ندارند که این همه گونه شورش با اسلحه قشنهای روس پخش می گردد. خودسری امیر باشد حد ندارد. تقریباً پس از 20 سال گنرال گوبرناتوری ترکستان سامسونوف در معلوماتی که به نام رئیس سویت وزیران 29 دکبر سال 1911 ارسال کرده بود تعبیر عمیق و دقیق‌تری را کار می فرماید. یگانه مانعی از ظلم امیر آزاد شدن، یعنی آزاد شدن اهالی امارت بخارا، سرنیزه های قشون روس ها می باشد. حکومتداران پادشاهی آنان را که تاجیکان و ازبک ها و دیگر مهنتکشان بخارا را بوغی می کردند هر جانبه دستگیری نموده، در عین حال اعتراف می کردند که در این کشور علنگه غضب خلق بالا شده ایستاده است. در اخباری که سردار شتاب اساسی ابریشوف 4 دکبر سال 1883 از تاشکند گرفته بود این عباره ها را دیدن ممکن است. امیر در تخت برای همین آرام نشسته است که به طفیل قین و عذاب و جزاهای بی آخر به دل مردم واهمه انداخته است و با یاری انا همین ظلم و تعدی و دستگیری قشنهای رسیه پادشاهی علاوه می کنیم ما امکان یافته علنگه شور و غضب مردم را که گاه در این جا و گاه در آن جا بالا می شد فرو می نشاند. در نخستین ناآمدی کار ریولوسیون می شود که آن نه به خودی امیر نه به پسرش وارث تخت سید عبدالاحد خان ترحم نمی کند. واقعیت آسیای میانه در 10 ساله های من بعد نشان داد که این گونه بها به وضعیت آن وقته کاملا درست بوده است. حرکت‌های خلقی در آسیای میانه و در آنها اشتراک کردن تاجیکان. در خاک گنرال گوبرناتوری ترکستان و همچنین در قلمرو امارت بخارا متصل شور و آشوب‌های خلقی به عمل می آمدند. در این حرکت‌ها تاجیکان نیز برابر دیگر خلق‌های آسیای میانه فعالانه اشتراک داشتند. شورشچیان اوچسکه‌های پلیتسیا را خراب می‌کردند، و رباط و حولی‌های فیادال‌ها حمله می‌آوردند، عملداران را می‌کشتند. خصوصاً در دایره امارت بخارا که غارتگری و ظلم و تعدی نسبت به مردم حد و حساب نداشت، زود شورش‌های خلقی به وقوع می آمدند. سبب اساسی شورش‌هایی که تمام بیکیگری‌های بخارا را فرا گرفتند همین بود که
انداز و خراج‌ها با اصول‌های وحشیانه ستانده می‌شدند. مقداری به این هم زیادی آنها روز به روز می‌افزود. به اندازهای پیشتره اندازهای نو ضم می‌گردیدند. به ضم اندازهای عمومی امارت باز اندازهای محلی علاوه می‌شد. یک انداز را چند بار می‌ستاندند. املاکداران برای فایده خود بسیار سوء استعمال می‌کردند و غیره و هاکذا. در یک حجتی که عملداران امیر ترتیب دادند گفته می شود که املاکداران خودسری کرده از دهقانان انداز را دو بالا ستانده اند. از کشتی شبدار به جای 6 تنگه 12 تنگه و از باغ به جای 26 تنگه 52 تنگه گرفتند. اگر همین را به نظر گیریم که اندازی سیرشماری موجوده امارت بخارا اهل مهنت را به دم هلاکت رسانده بود، به آسانی تصور کردن ممکن که این نیرنگ های املاکداران مردم را تا به کدام درجه قهر و غضب آورده می توانستند. بیدادی و خودسری املاکداران در اکثر جایها آخرین قطره می گردید که کاسه صبری مردم را لبریز می نمود. بعضن چنان خودسری و بیدادی های جدی صادر می شد که در شورش طبقه های گوناگون اهالی و حتی بعضی خادمان پیشقدم مأموریت روس‌ها هم اشتراک می کردند. ما در نزد خود چنین وظیفه‌ای گذاشته نمی توانیم که تمام شورش های خلقی آخر عصر 19 و اول عصر 20 را مفصل تحلیل نماییم و این سبب فقط بعضی آنها را مورد نظر قرار می دهیم. шумо гуфтори 113 аз китоби аллома бобоҷон ғафуров тоҷикон шунидед. абдурашид хуҷамқулов хонд. коргардон шералӣ навзалӣ.